دوستان عزیز سلام. وقت همگی شما بخیر. به یکی دیگر از ویدیوها از چینل عطیه و محمد خوش آمدین. در این ویدیو داستان عالم و کودکی را به شما از آن پیشکش میکنیم که بسیار آموزنده و مفید است. لطفاً تا آخر ویدیو همراه باشید. روز عالم مشغول نوشتن با مداد بود. کودکی پرسید چی می نویسی؟ عالم لبخند زد و گفت مهمتر از نوشته هایم مدادی است که با آن می نویسم. میخواهم وقتی بزرگ شدی مثل این مداد شوی. پسرک تعجب کرد چون چیز خاصی در مداد ندید. عالم گفت 5 خصلت در این مداد هست، سعی کن آنها را به دست آوری. اول، میتونی کارهای بزرگی کنی، اما فراموش نکن دستی وجود دارد که حرکت تو را هدایت میکند و آن دست خداست. دوم، گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی. این باعث رنجش میشود ولی نوک آن را تیز میکند. پس بدان رنجی که میبری از تو انسان بهتری میسازد. سوم، مداد همیشه اجازه میدهد برای پاک کردن اشتباه از پاککن استفاده کنی. پس بدان تصحیح یک کار خطا اشتباه نیست. چهارم، چوب مداد در نوشتن مهم نیست. مهم مغز مداد است که درون چوب است. پس همیشه مراقب درونت باش که چی از آن بیرون می آید. پنجم، مداد همیشه از خود اثری باقی میگذارد. پس بدان هر کاری در زندگیت میکنی ردی از آن به جا میماند. پس در انتخاب اعمالت دقت کن. این 5 خصلت نیکو که یک عالم به کودک بیان میکنه برای همگی ما و شما بسیار آموزنده و مفید است. امیدوار هستم این داستان برای شما آموزنده و مفید بوده باشد. برای شنیدن و دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً چینل عطیه و محمد را لایک و سابسکرایب نمایید و همچنین خواهشمندیم که نظر و کامنت هایتان را هم دریغ ننمایید. از شما تشکر میکنم.